به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین این برنامه و پادکست. عرض تشکر دارم پیشاپیش خدمت اعضای محترم انجمن علمی بخش مدیریت بابت حالا زحماتی که برای برنامه‌ریزی و ضبط این پادکست کشیدن. خب یک سری سوال‌هایی مطرح شده در رابطه با بیشتر حالا وظایف و کارهایی که یک عضو هیئت علمی به صورت روزمره و در طول حالا خدمتش انجام میده که خوشحالم که حالا این جانب انتخاب کردن برای این برنامه و پیشاپیش هم من اجازه می‌طلبم از اعضای هیئت علمی بخش مدیریت و در خدمتون هستم در این برنامه. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال لطفاً خود را کمی مشروط‌تر برای مخاطبین محترم این گزارش معرفی کنید و پیشینه تحصیلی و فعالیت‌های پژوهشی خود را بفرمایید. من صادق نیرومند هستم، در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیروزآباد یا همون مرکز آموزش عالی فیروزآباد، گروه مهندسی صنایع. تحصیلاتم رو در مقطع دکترا در رشته مهندسی صنایع، گرایش بین‌سازی یا همون تحقیق در عملیات از کشور ترکیه اونجا به پایان رسوندم. سابقه عضویت هیئت علمی در همون کشور در دانشگاه آیدین استانبول به مدت 2 سال در دانشکده مهندسی صنایع رو دارم و بیشتر مشغول حالا تدریس و یک سری حالا کارهای پژوهشی و نگارش کتاب هستم. از اینکه استاد دانشگاه هستید راضی هستید؟ من اگر دیدگاه اقتصادی رو بذاریم کنار که برای یک حالا هیئت علمی دانشگاه معمولا توی اولویت نیست، یه سری وظایف دیگه یک استاد داره که حالا بیشتر بحث‌های تدریسش هست که قطعاً اساتید محترم توی دانشگاه‌های ما به این موضوع علاقه دارن و علاقه پژوهشی و ارتباطات آکادمیک و حالا خارج یا داخل با خارج یا داخل ایران رو ما اگر حالا در نظر بگیریم، بله از شغلمون حالا راضی هستیم و بیشتر به سمت ما علاقه ها میریم. اعضای هیئت علمی بیشتر علاقه تدریس، علاقه پژوهشی که این باعث میشه که از کارمون معمولا حالا راضی باشیم. از دلایل انتخاب یک فضای دلایل انتخاب برای کار توی فضای آکادمیک سوال شده و اینکه حالا چرا در کنار اون صنعت یا حالا بخش‌های دیگه جامعه رو برای کار ما انتخاب نمی کنیم. بیشتر حالا توی رشته و سابقه خودم برم، ما بیشتر حالا اگر بخوام وظایف یک هیئت علمی رو من بگم، اینکه یا مثلا فرض کنید زمینه هایی که براش هست به عنوان یک هیئت علمی، میتونم بگم مثلا فرض کنید یک ارتباطی ما با دانشجویان داریم، تدریس توی کلاس یا اون وظیفه معلمی هست. در کنار اون ارتباط با حالا جامعه دانشگاهی داخل خارج کشور رو ما داریم، در کنار اون ارتباط با جامعه رو داریم. از بعدهای پژوهشی یک ذهن پویایی ممکنه حالا پیش بیاد، حالا توی بعضی از موارد پژوهشی باعث میشه که یک ذهن پویایی یک عضو هیئت علمی داشته باشه. یک سری احترام‌های متقابلی توی فضای آکادمیک هست، احترام همکارا به هم یا احترام‌هایی که از استاد به دانشجو میذاره و بالعکس. اینها باعث میشه که بالاخره یک محیطی پیش بیاد که برای کسایی که علاقه‌مند هستن از محیط صنعت یا حالا محیط‌های دیگه یه ذره ممکنه براشون خب بهتر و جذاب‌تر باشه. از طرف یک چالش‌هایی توی این کار هست که حالا بحث‌های ارتقا پیش میاد، بحث‌های حالا پیشرفت‌ها از نظر پژوهشی، از نظر آموزشی پیش میاد و فرصت‌های دیگه‌ای که هست. اینها باعث میشه که ما یک حالا فضای در حقیقت چالشی رو داشته باشیم که به نوعی باید حالت اون پویایی رو داشته باشه یک عضو هیئت علمی و اون حالت یک نواختی کار در صنعت یا بخش‌های دیگر رو این نداره. این فضا این باعث میشه که توی اولویت باشه اگر حالا اون جنبه‌های اقتصادی رو در نظر ما نگیریم. اگر اولویت بحث‌های اقتصادی باشه، خب طبیعتاً کار توی صنعت میتونه از نظر اقتصادی بهتر باشه برای حالا یک فردی که توی هر دو زمینه میتونه مشغول به کار بشه. در مورد تجربه و بخشای از کار دانشگاه که ازش لذت میبرید یا کمتر لذت میبرید با ما به اشتراک بذارید.
من این قسمت رو به 2 دسته تقسیم میکنم. قسمت‌هایی از کار که برای من جذاب هست یا مثلا راضی هستم، خیلی راحت انجام میدم، و قسمت‌هایی از کار که میتونه برام حالا یه جورایی استرس‌زا یا مثلا حالا سخت باشه. اگر بخوام در نظر بگیرم، همین سر کلاس رفتن، تدریس در کلاس، یا اون علمی رو که دارم بخوام یاد بدم، یا بخوام مثلا پژوهشی رو انجام بدم یا یک پژوهشی رو شروع کنم به نتیجه برسونم، یا نتایجش مثلا فرض کنید قابل تعمیم به جامعه باشه، یا پژوهش تقاضا محوری باشه که نتایجش مطلوبه یا مورد درخواست مثلا فرض کنید ارگانی یا صنعت یا جای دیگه باشه، یا مثلا فرض کنید ارتباط با اساتید همکار، با مثلا فرض کنید همکاران هیئت علمی توی دانشگاه‌های دیگه، یا حتی همکاران هیئت علمی که توی خارج کشور هستن. اینها قسمت‌های جذاب کار هستن که میتونن خب برای ما جذابیت داشته باشن. من به شخص یک قسمت کار که برام یه ذره سخت میشه به عنوان یک هیئت علمی، اون جایی هست که من باید داوری رو انجام بدم. مثلا فرض کنید میخوام تصحیح اوراق رو انجام بدم، میخوام نمره رو اعلام کنم، اونجاها من یه وسواس خاصی دارم، خیلی وقتم رو میگیره تصحیح اوراق، این که حالا مثلا فرض کنید حق کسی ضایع نشه، یا مثلا در مقایسه هایی که بین دانشجوها هست مثلا سعی کنم اون مقایسه درست رو انجام بدم. این قسمت ها قسمت واقعا سخت است که خیلی وسواس دارم و میتونه وقت زیادی رو ازم بگیره، مخصوصا این قسمت در طول مثلا یک ترم یا یک سال تحصیلی. این مواردی بود که میتونستم در رابطه با جنبه‌های جذاب کار خدمتتون بگم. یک روز کاری یک استاد دانشگاه به چه صورت است؟ ما یک روز کاری معمولا یک جوری هست که ما باید وظایفی رو که با ما معول شده انجام بدیم طبیعتاً. قبل از اون من یه چیزی رو خدمتتون اشاره کنم. اعضای هیئت علمی ساعات کاری و غیر کاری معمولا ندارن. اون وظایفی رو که دارن خیلی موقع ها توی همون دانشگاه انجام میدن، خیلی موقع توی دانشگاه بنا به دلایلی فرصت نمیشه، مجبور هستن خارج از دانشگاه در منزل مثلا وقت بذارن براشون. پس به عنوان ما یک فردی که مثلا یک ساعت خاصی رو بخواد روی کارش وقت بذاره، اعضای هیئت علمی رو ما نباید اینجور ببینیم. هر موقعی از شبانه روز میتونه وقت صرف بشه که اون وظایف که ما داریم بخوایم خب انجام بدیم. حالا مثال میزنم، ما اگر از اول صبح شروع کنیم، خب طبیعتاً حضور در دانشگاه، انجام وظایفی مثلا تدریس در کلاس یا حضور در جلسات، اینها معمولاً حالا وظایف روتین یک هیئت علمی است که در ساعات کاریش توی دانشگاه میتونه بگذرونه. خب در ساعاتی که توی دانشگاه حضور داری یه وقتهایی هست که خب در اختیار دانشجویان هستن، مراجعه دانشجویان حالا توی مقاطع مختلف خب مراجعه میکنن و وقت رو بر اونها میتونه بذاره خارج از این حالا حضور در کلاس و جلسات. و در کنار این در ساعات حالا کاری اگر وقتی بشه، خب آماده کردن به اصطلاح مطالب درسی برای تدریس، و همچنین در کنار اونها خب پژوهش هست که وقت گذاشته میشه، حالا وظایف پژوهشی که دارن انجام میدن اونها رو هم بخوان تکمیل کنن تا حدودی. خب طبیعتاً حضور در دانشگاه به خاطر اون ساعت محدودی که در دسترس هست کافی نیست که ما بخوایم این وظایف انجام بدیم. خیلی از این وظایف منتقل میشه به ساعات کار توی خونه و قطعاً حالا بالاخره یه سری حالا زندگی شخصی هست، تداخل با اون حالا زندگی شخصیه به اصطلاح اون عضو هیئت علمی هم قطعا پیش میاد، مخصوصا وظایف پژوهشی معمولا منتقل میشن به خونه، مثلا به ساعت آخر شب بخوایم وقت بذاریم. پس میتونم بگم تقریبا تمام وقت ما مشغول انجام اون وظایف هیئت علمی هستیم که به این ترتیب میتونم بگم یک روز کاری ما میگذره. خب یه سری ارتباطات هم هست، مثلا به شخص خودم پیش میاد یه سری ارتباطات رو باید مثلا با همکاران خارج از کشور من داشته باشم. ممکنه جلساتی تنظیم بشه خارج از ساعت کاری که من بخوام حالا در بسترهای حالا مثلا ارتباطات مثلا در اون بسترها مثلا صحبت کنم باهاشون. اونها هم یه سری وظایفی هستن که پیش میان دیگه، حالا معمولا اینها منتقل میشن با توجه به اون حالا اختلاف زمانی جغرافیایی که هست، اگر بشه به خارج از ساعت کاری توی دانشگاه.
این هم حالا از خلاصه ای بود از حالا وظایفی که ما میتونیم در یک روز کاری یا در ساعت کاریمون انجام بدیم. شما تاکنون چند تا مقاله ارائه داده اید؟ خروجی‌های پژوهشی رو اگر بخوایم تقسیم کنیم به حالا انجام طرح‌های پژوهشی، انتشار مقالات و حالا نگارشی کتاب، من سعی کردم توی هر سه زمینه تا حدودی جلو رفته باشم، تو بعضیاش بیشتر بعضیاش کمتر. طرح‌های پژوهشی رو خب ارتباط با صنعت و جامعه رو انجام دادم برای حالا ارگان‌های مختلف. حالا سابقه تقریبا 2 تا طرح پژوهشی ارتباط با حالا در حقیقت سازمان‌های استانی رو من انجام دادم تو این زمینه. بحث نگارشی کتاب کامل رو در حقیقت اگر در نظر بگیرم، کتاب انگلیسی زبان کامل نوشتم برای انتشارات الزویر. کتاب فارسی زبان در رابطه با همون دروسی که ما داریم در مقطع کارشناسی، اون رو هم تکمیل کردم، تحت داوری است انشاءالله حالا به زودی به مرحله انتشار میرسه. بحث مقالات رو هم حالا بیشتر از این 2 مورد قبل روشون وقت گذاشتم، تقریبا حالا حدودی نمیدونم تعداد دقیقش، ولی تقریبا بالغ بر 80 یا 90 تا مقاله توی ژورنال های حالا انگلیسی زبان، فارسی زبان چاپ کردم. اغلبشون انگلیسی زبان هست و اغلبشون هم دارای حالا نمایه در حقیقت حالا اون بالاترین نمایه ممکن هست. حالا از نظر اون معیارهایی که حالا سنجیده میشن اعضای هیئت علمی، مثلا اچ ایندکس یا سایتیشن، اچ ایندکس هم بالای 20 هست، 22 هست و سایتیشن هم در حقیقت بالای 1000 هست، حدود 1100 و خورده‌ای هست. این تعدادی است که میتونم بگم و در حقیقت خروجی پژوهشیم رو این موارد تشکیل میدن که در بین اعضای هیئت علمی خب بالاخره هیئت علمیایی که هستن توی دانشگاه‌های ما همه قابل هستن و همه کم یا بیش خب خروجی پژوهشیشون رو سعی میکنن در حد استاندارد و اون مواردی که در بالاخره برای یک هیئت علمی مناسب باشه به اون مقدار خب جلو ببرن. چالش‌ها و راهکارهای انتشار مقاله در ژورنال‌های برتر به چه صورت است؟ ما اگر یه پژوهشی رو داشته باشیم که بخواد منجر به یک خروجی بشه که حالا مقاله باشه خروجی اون، خب طبیعتاً مقاله اگر نگارش میشه با هدف این است که منتشر بشه و همیشه هم سعی میشه توی مناسب ترین ژورنال و بالاترین حالا در حقیقت سطح منتشر بشه مقالات. یه مقاله اگر من دو قسمت بخوام تقسیم کنم کار یک مقاله رو، بحث آماده سازیش پیش میاد که آماده سازی مقاله، خب گرفتن خروجی ها، طراحی روش مثلا و نگارش مقاله، اینها دست خود هیئت علمی هست. اینجا رو خود هیئت علمی جلو میبره، بالاخره کسی دخیل نیست، خودش راحت میتونه جلو ببره. این جنبه به نوعی میتونم بگم راحت کار هست. منتها از اون سمت جنبه منتشر کردنش به نظرم یه ذره جنبه سخت‌تر کار میشه که بالاخره خود هیئت علمی دخیل نیست، صرفاً مقاله رو تحویل میده به یک ژورنال یا به نوعی حالا سابمیت میکنه، لغتش رو بخوایم استفاده کنیم. بعد از انجام سابمیشن خب ادیتورها هستن که میان بررسی میکنن و بعد از اون اگر مناسبشون باشه داوران میرن بررسی میکنن مقالات رو. هم زمان بر هست پروسش و هم این که علاوه بر حالا کیفیت علمی مقاله خیلی موقع‌ها معیارهای سلیقه‌ای هم میاد که اونها رو دخیل میکنه توی حالا قبول یا رد کردن یک مقاله. خیلی از مقالات خب دسک ریجکت میشه، در حقیقت در همون ابتدا ادیتور میاد خب بدون داوری مقاله رو ریجکت میکنه. دلایل مختلف میتونه داشته باشه، شلوغی سرشون مثلا، مقالات تعدد مقالاتی که براشون میره، یا مناسب نبودن موضوع، یا اینکه حالا موضوع مورد پسندشون نیست. اینها جنبه های حالا در حقیقت میتونم بگم چالش هایی هست که ما داریم توی حالا سابمیت کردن مقالات، توی پابلیش کردن مقالات. خب علاوه بر اون یه جورایی تا حدودی کم و بیش، حالا بعضی جاها کمتر بعضی جاها بیشتر، تحریم ها هم اثر داره روی پذیرش مقالاتمون که حالا اون تحریم ها هم میتونه مؤثر باشه، ولی سعی میکنیم خب حالا ما تا جایی که میتونیم با اینها مقابله کنیم در حقیقت توی انجام کارهای پژوهشی. اثر هوش مصنوعی در روند کاری اساتید به چه صورت بوده است؟ معمولاً توی حالا رشته‌های فنی، مدیریت، حالا مباحثی که ما
کار میکنیم یه جورایی میتونیم بگیم حالا اون مباحث هوش مصنوعی در کنارش که حالا ارتباط تنگاتنگ داره، بحث یادگیری ماشین پیش میاد، بحث حالا داده کاوی پیش میاد، نه موضوعاتی هستن که ما توی به اصطلاح موارد پژوهشیمون توی اکثرش حالا استفاده میکنیم، بحث حالا بینه‌سازی پیش میاد، اینها استفاده میشه. منتها در کنار اون ابزارهای هوش مصنوعی هستن که کار رو میان یه جورایی تا حدودی راحت میکنن، مثلا فرض کنید حالا چت جی پی تی یا مثلا کویل بات. حالا چت جی پی تی ما میتونیم اطلاعات ازش بگیریم، میتونیم مثلا فرض کنید حالا توی بحث نگارش میتونه کمک کنه، کویل بات مثلا نگارش رو میتونه اصلاح کنه. کمان که برای نگارش من هنوز سعی کردم استفاده نکنم، از اینها استفاده نکردم، ولی برای اطلاعات گرفتن خب اگر نسخه های اورجینالشون باشن، نسخه های اصلیشون باشن، خب اینها کاملا قابل استفاده هستن، اطلاعات دقیقی میده. اگر حالا نسخه های در حقیقت در دسترس یا مجانیش رو بخوایم استفاده کنیم، من یه جورایی تجربه‌ای که ازشون داشتم اطلاعات دقیقی نمیده. من روی یک موضوعی که میخواستم پژوهش کنم، میخواستم ببینم آیا میتونم مطلبی پیدا کنم یا آیا میتونم مثلا فرض کنید مقاله‌ای که منتشر شده پیدا کنم، مثلا میدادم کیورد ها رو یا مثلا عنوان رو میدادم، برام لیست میکرد چند تا مثلا مقاله رو لیست میکرد که اینها منتشر شده. میگفتم خب عجیبه، من فکر میکردم منتشر نشده ولی اینها هستن. خب بعد از اینکه یکی یکی رفتم مقالات رو چک کردم، این در اوایل بحث چت جی پی تی بود، من سوال کرده بودم ازش، دیدم که نه، دقیقاً اصلا اشتباه داده، اصلا اینجور مقالاتی با این عنوان و با این شماره و صفحه اصلا وجود نداره تو اون ژورنال هایی که داده بود توی مجلات. خب این بحث پیش میاد که اون نسخه های فری یا آزادی که در دسترس هستن میتونن اطلاعات اشتباه رو بدن. دانشگاه‌های ایران را در حوزه آموزش مدیریت چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ چون که توی حالا دانشگاه‌های ما، مخصوصا دانشگاه‌های مادر، دانشکده‌های مدیریت جزء با سابقه ترین دانشکده ها هستن. بخوام بیام مثلا مثال بزنم، توی دانشگاه‌های مثلا مادر تهران یا دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌های مدیریت رو ما در نظر بگیریم، همه اساتید مجرب، اساتید قدیمی با سابقه علمی، پژوهشگر واقعا زیاد هستشون و اینها باعث میشن که سطح آموزش و پژوهش در رشته مدیریت توی گرایش‌های مختلفش توی کشور ما واقعا در حد حالا خوبی باشه. چیزی هست که من به عینه اینها رو دیدم. چند استاد بزرگوار در ایران که در زندگی علمی شما تأثیر بسیار داشتند را ذکر کنید. من پیش از اینکه بخوام اسم ببرم، من در رابطه با اساتید بخش مدیریت دانشگاه شیراز از چندین سال پیش من خب میشناسمشون، ارتباط دارم، چندین سال هست در کنارشون حالا به عنوان مدعو تدریس میکنم. همه اساتید بزرگواری هستن، چه از نظر اخلاقی، شخصیتی، علمی، همه اینها واقعا من تحت تاثیر قرار میگیرم، میبینمشون، حالا برخورد میکنم، صحبت میکنم، خب حالا باعث افتخار هست که از نزدیک کار میکنم. منتها به صورت موردی جدای از این بخش به اصطلاح مدیریت دانشگاه شیراز، من از قبلا بخوام صحبت کنم از اساتیدی که حالا توی ایران حالا من ارتباط داشتم باشون، من قبل از اینکه بخوام دوره دکترام رو ترکیه شروع کنم، در تهیه پروپوزالی که بعد ارسال میکردم و همچنین موضوع پژوهشی که بعد انتخاب میکردم، دکتر ملکی از دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده ریاضی اونجا، گرایش تحقیق در عملیات، خیلی کمک کردن به من و بعد از برگشت، چه همون حین دوره دکترا و بعد از برگشت هم خیلی تاثیر داشتن روی حالا پیشرفت من. کارهای مشترک زیادی انجام دادیم، ایشون بودن واقعا حالا در کنار من. از اساتید دیگه بخوام بگم، دکتر توکلی مقدم، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، از اساتیدی ان که خیلی لطف داشتن به من، چه توی بحث‌های علمی، توی بحث‌های ارتقا، توی بحث‌های انتشار کتاب‌هایی که من داشتم یا مقالات، واقعا تاثیر داشتن روی من. خیلی ایده گرفتم، کمک گرفتم ازشون. هر موقع من تماس میگیرم واقعا حالا با صبر و حوصله پاسخگو هستن توی هر زمینه‌ای توی بحث‌های آکادمیکی که میتونه پیش بیاد برای من. در کنار اون همکارانی که توی پژوهش به من کمک کردن، حالا کمک‌های عمده رو داشتن،
دکتر محمودی راد هست از دانشگاه آزاد. واقعا توی اکثر پژوهش‌هایی که من انجام میدم در کنارم هستن، کمک میکنن. توی بحث نگارش کتابی که ما داشتیم، دکتر حسین زاده لطفی، ایشون هم باز از دانشگاه آزاد، از دانشمندان بنام هستن توی ریاضی، واقعا تاثیرگذار بودن روی من و کمک گرفتن ازشون. ولی فرد اصلی که توی بحث آکادمیک حالا خیلی کمک کرد به من، میتونم بگم واقعا حالا اون بنای اصلی حالا در حقیقت اون زندگی آکادمیک که من مدیون اوشون هستم، در حقیقت استاد راهنمای من توی دوره دکترا توی کشور ترکیه هستن که پروفسور ویزواری هستن. ایشون یک حالا در حقیقت پروفسور ریاضی کاربردی بودن، ایشون اصالتا مجارستانی بودن، کشورهای مختلفی کار کرده بودن و من اونجا در حقیقت باعث افتخار بود که دوره دکترا در خدمتشون بودم. خیلی برای من وقت گذاشت، ممکن بود حتی روزانه چندین ساعت در طول هفته برای من وقت بذاره توی دانشکده. خب بالاخره اونجا در کنار ایشون به عنوان دستیار من اونجا حالت بورسی که داشتم اونجا خب مشغول بودم، کارهای پژوهشی رو، کارهای آموزشی رو در کنار ایشون جلو می بردم، هم توی بحث‌های آموزشی، هم توی بحث‌های پژوهشی و هم توی حالا بحث‌های در حقیقت زندگی اجتماعی. خیلی روی من تاثیرگذار بودن که من واقعا مدیون ایشون هستم. سوالات تقریبا تمام شد. حالا سوالاتی که مطرح شد رو من پاسخ دادم. انشاءالله حالا دانشجویان حالا استفاده ببرن از پاسخهایی که من دادم. اگر حالا در هر زمینه‌ای نیاز به راهنمایی، مشورت دانشجویان داشتن، سوالی داشتن حالا که اینجا من پاسخ ندادم بهش، خب هستم معمولا حالا هفته 1-2 روز کلاس ها رو اینجا هستم یا راههای ارتباطی هم مشخص هست، در خدمتشون هستم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و ممنونم بابت حالا لطفی که داشتید.